ریش برای مسلمان سنت پیغمبرش است، چهره زیبای محمد است. ریشی کسی را تراشن اگر گویا خون او را ریخت، گویا سری او را برید، بنابر شریعت او را 10,000 تنگی باید جریمه شد در صاحبوش. امروز این حاکم های ما تراشیدین ریش مسخره کردیان، گویا این در اسلام یک چیزی عادی نادرکار باشد. یا الله، اینا از خدا نمیترسیده باشند. من به این کارمندای کارهای داخلی میگم عزیزان من، شما طاقت عذاب خدا دارید. والله تراشیدن ریش یک مسلمان برآوردی ریختن خونش از این مذهب امام اعظم از شما به خود بیایید. چی کار کردی ایستادید؟